بهترین ارزهای دنیا برای سرمایه گذاری. قوی ترین پول دنیا مال کجاست؟ اینجا قرار نیست فقط تماشاچی باشید. یه سوال اساسی که همه میپرسن اینه که قوی ترین پول دنیا الان دست کیه؟ آیا قدرتمندترین پول بهترین گزینه برای سرمایه گذاریه مثل دینار کویت یا اون پولی که همه جا استفاده میشه مثل دلار؟ و اصلا برای سرمایه گذاری باید کدوم ارز رو بخریم تا توی این تورم جهانی پولمون آب نره و رشد بکنه؟ سلام دوستان، قرار امروز بهتون بگیم که چرا پولدارترین کشورها همیشه بهترین ارز رو برای سرمایه گذاری شما ندارن. اگه دوست دارید از آخرین پیشبینی قیمت ارزها و همچنین طلا با خبر بشید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب بریم برای جواب این سوالا. پولدارهای نفتی ثروتمند اما نه برای شما. خب دوستان، وقتی صحبت از قوی ترین ارز از نظر ارزش واحد میشه، باید پرچم خاورمیانه رو بالا ببریم. دینار کویت پادشاه این جدوله. هر یک دینارش نزدیک $3.26 میارزه. بعدش دینار بحرین و ریال عمانه. اینا پولایی هستن که عددشون خیلی بالاست. اما یه لحظه صبر کنید. این بالا بودن قیمت مثل این میمونه که شما یه خونه متری 100 میلیون تومان رو توی یک روستای دورافتاده بخرید. گرونه و کسی هم از شما نمیخره. پول این کشورها مثل کویت به شدت به نفت وصله و اقتصادشون کوچیکه. دولت‌ها هم ارزش پول رو تقریباً به دلار وابسته کردن که ثابت بمونه. این پول برای حفظ ثروت کشورشون خوبه، ولی برای رشد سرمایه و معامله کردن در سطح جهانی اصلاً گزینه خوبی نیست. چون بازارشون کوچیکه و کسی در دنیا باهاش معامله نمیکنه. پس دنبال اون پولی باش که باهاش راحت بتونی خرید و فروش انجام بدی، نه پولی که فقط عددش بزرگه. حالا که مشخص شد عدد بزرگ معیار نیست، بریم سراغ اصل داستان. یه سرمایه گذار زرنگ قبل از خرید هر ارزی 6 تا فاکتور رو چک میکنه. من بدون توضیح فقط به این 6 معیار اشاره میکنم تا بعدش بریم سراغ بهترین ارزها برای سرمایه گذاری که بر اساس این معیارها ارزهای بسیار خوبی هستن. خب اون 6 تا معیار شامل این موارده. اول، نرخ تورم داخلی. دوم، سیاست پولی و نرخ بهره. سوم، سلامت اقتصادی و بدهی. چهارم، ذخایر ارزی و قدرت چانه زنی. پنجم، ثبات و آرامش سیاسی و دست آخر قدرت نقد شوندگی. قهرمانان واقعی ثبات و رشد بهتر. حالا وقتشه که قهرمانان واقعی بازار رو معرفی بکنیم. این ارزها بر اساس اون 6 فاکتور بهترین گزینه برای سبد ارزی شما هستن. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا آخرین تحلیل ها درباره ارز و طلا رو از دست ندید. خب این هم بهترین ارزها برای سرمایه گذاری که اونا رو توی 2 قسمت دسته‌بندی کردیم. دسته اول، قلعه های ضد تورم برای خواب راحت. فرانک سوئیس. این ارز رو بگیرید دیگه خیالتون راحته. سوئیس مثل یک گاو صندوق امن در دل اروپا است. تورم نزدیک به 0 و سیاست‌های مالی فوق‌العاده محافظه‌کارانه. برای اون بخش از سرمایه‌تون که می‌خواید فقط حفظ بشه و ذره‌ای تکون نخوره، فرانک سوئیس انتخاب اوله. بهش میگن پناهگاه امن. دلار آمریکا. بله، بازم دلار. چرا؟ چون هنوز هم پول اصلی دنیاست. تمام معاملات بزرگ از نفت تا هواپیما با دلاره. نقد شوندگیش بی‌نظیره و اگه یه جا گیر کردید، همه جا دلار رو قبول می‌کنن. یه بخش از سرمایه‌تون باید دلار باشه تا بتونید باهاش راحت معامله کنید. دسته دوم، اسب‌های مسابقه برای رشد وقتی دنیا خوبه. دلار کانادا و دلار استرالیا. این 2 تا پول مثل فنر عمل میکنن. چرا؟ چون اقتصادشون به شدت به کالاها و مواد اولیه مثل نفت و سنگ آهن وصله. وقتی اقتصاد جهانی جون میگیره و تقاضا برای نفت و کالاها زیاد میشه، این دلارها به سرعت تقویت میشن. پس برای اون بخشی که میخواید باهاش ریسک بکنید و رشد بگیرید، این گزینه‌ها عالیه. بخش چهارم، باهوش‌ترین سبد ارزی. خب جنبندی نهایی و استراتژی که یک سرمایه‌گذار باهوش اجرا میکنه ایناست. 1. تنوع. تمام پولتون رو روی یک اسب شرط بندی نکنید. سرمایه رو به چند بخش تقسیم کنید. بخش امن و بزرگ، فرانک سوئیس و دلار آمریکا برای ثبات و نقد شوندگی. بخش ریسکی و کوچکتر، یورو یا دلار کانادا یا استرالیا برای رشد در دوره‌های رونق. چکاپ دائمی. اقتصاد جهان هر لحظه در حال تغییره.
سیاست بانک مرکزی آمریکا عوض میشه، جنگ شروع میشه. باید هر چند ماه یک بار سبد ارزیتون رو چک کنید و ببینید که آیا هنوز همون ارزها بهترین هستن یا نه. مهمترین اصل: خریدن ارز فقط برای اینکه عددش بزرگه کار درستی نیست. برای سرمایه گذاری، ثبات و نقد شوندگی از ارزش اسمی خیلی مهمتره. این استراتژی به شما کمک میکنه که همیشه جلوتر از تورم حرکت بکنید. اگه این تحلیل براتون مفید بود، لطفاً لایک بکنید و این ویدیو رو برای دوستانتونم بفرستید. توی کامنت ها به هم بگید شما توی سبد ارزیتون فرانک سوئیس رو ترجیح میدید یا دلار کانادا رو. تا ویدیوی بعدی در کانال خدا و پر از سود باشید.